چگونه حکومت 120 ساله مغول به پایان رسید؟ نابودی مغولان از یک روستا آغاز شد. آنها حق هر کاری رو داشتند، مجاز بودند هر که را خواستند بکشند، تجاوز کنند و هر چه خواستند غارت کنند. داستان از روستای باشتین خراسان آغاز می شود. چند مغول بیابانگرد به خانه ها می روند و زنان و دخترانشان را خواستار می شوند که در این هنگام پهلوان روستا عبدالرزاق سر از تن مغولان جدا می کند و خبر به روستاهای اطراف می رسد. ارغن خان حاکم سبزوار مأمورانی را می فرستد تا آن را دستگیر کنند. عبدالرزاق با کمک مردم مأموران را می کشد و مغول کشی در ایران افزایش می یابد. او نام سربداران را بر سپاهیانش می گذارد. سربداران بر ارغن خان پیروز می شوند و سبزوار فتح می گردد و سربداران به جنگ با توغا تیمور می روند و سر از بدن آن جدا می کنند. این نقطه پایان سلطه مغول بر خاک ایران بود. به راستی که هیچ ظلمی در این خاک پایدار نمی ماند و هر که بر این خاک ستم کرد خاک ایران بلعیدش. به عشق سربداران لایک بزنید و بنویسید اهورامزدا نگاهدار روانشان.